اولین باری که لیله بازی کردی چند سالت بود؟ یه قول دو قول چی؟ یا اول خب همون بزرگ منی چپت گل با توجه به اینکه این بازی رو نمیشه تنهایی انجام داد مجبوریم 2 نفر رو احضار کنیم. مرسی که توی ویدیو از من دعوت کردی. واقعا از چی دیگه عاشق لیله نیست. میخوایم پلم پولون پیلیچ کنیم ببینیم کی نفر اول بره. پلم پولون پلیچ. نه دیگه شطور. قشنگ ما تو اینجوری بریم. نه قرارش ما اینجوری نمی‌ریم. پلم پولون پلیچ. ای شطور. دیوان تو قرار بود اینجوری بیاری. پلم پولون پلیچ. حاجی من شانس چی بوده؟ سنگ کاغذ قیچی. قشنگ. دیگه عاشق لیله نیست. هیچ وقت فکر شده نکردم. نظر من این بازی رو تموم شد. چقدر یه قول دو قول دارم. فولم زخمی این کارم مشتی عمرم رو تو این بازی سوگند این کارم. بمب من تا حالا تو عمرم یه قول دو قول بازی نکردم. به تو دیگه عاشق لیله نیست. همه 2 تا. نه اونو بنداز، یک شو بنداز هوا 2 تا بده. زخمی این کارم. خیلی باز زخمی این کار مویو. تا حالا تو عمرم یه قول دو قول بازی نکردم. میشه من یه بار دیگه برم. باز زخمی این کار مویو. تازه یه بار دست هرچی اینجوری بازی کنه. بنزا برم. من چه کار خب دیگه دوستش یه خالی بازی برو. با سر زرد نگیریم بگو خالی بازی کنه. حساس دیگه عاشق لیله نیست. خالی بازی برو. خالی بازی برم. دیگه رد نکن. خالی بازی برو. چاکرم عشق منی سلطان. نگاه ما رو میشناسه یا یوتیوبر باشی همین. دیگه واقعا خالی بازی میکنم. تو کامنت ها بگین این دست ساعت همه یا این دست انگشترمه. از اونجایی که میخوایم چنج لوکیشن کنیم و فقط یه دونه موتور داریم، من میکشم کنار، دوستان با هم دیگه سنکاز قیچی بازی میکنن و هر کدومشون باخت باید پیاده تا لوکیشن بعدی بیاد. فعلا
بالاخره رسیدم برم این کسکشا رو پور فوش کنم. از بوی دهنم بده تشخیص ماریان، علی دیگه مست نیست ماریان. دلم یه زندگی میخواد با جاده این بچه توی بطری حبس نیست ماریان. اما پس نیست ماریان، از همه زندانا شدم ترخیص. چیزی نی که زخمای رویاست، غروب یه تیکه دنیاست. میدونم ته این حوث مریض